به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بله، امروز 13 خرداد سال 2704 ایرانی در مقابل فروشگاه بسیار مجهز و حرفه‌ای آقای اکبر فعال در میدان 9 شهر قدس میخوایم استارت بزنیم با این دوستانی که در تصویر ملاحظه میفرمایید. استاد اکبر فعال رو میبینید، در کنارشون آقای ابوالفضل خان عزیز، حسین آقای سرداری بزرگوار، کاپیتان بهروز عزیز و دوست داشتنی و حاج مهدی عزیز و مهربان. خودم هم که بهی هستم منتظر بچه ها هستیم که انشالله یک استارت خوب رو بزنیم امروز، ببینیم که به کجا میرسیم و در دفتر خاطراتمون ثبت کنیم. پاینده باد ایران.